سلام و عرض ادب و احترام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من کرمی هستم، مدیر سکوی تامین مالی جمعی آیفاند. توی این ویدیو قصد داریم در خصوص رویه و فرایند گرفتن یک کراودفاندینگ خوب، یک تامین مالی جمعی خوب از آیفاند با شما صحبت بکنیم. اینکه ما چه شرایطی داریم، چه ویژگی هایی داریم، چگونه میتونید از ما منابع بگیرید و چگونه باید اون رو استفاده بکنید. اگر بخوام یک مختصری از ویژگی های سکوی تامین مالی جمعی آیفاند خدمتتون بگم، میتونم بگم که بازه تأمین مالی جمعی برای شرکت هایی که قصد استفاده از خدمات آیفاند رو دارن از حدود 2 میلیارد تومان تا سقف 50 میلیارد تومان هست. البته این کف و سقف بستگی به چند مورد مختلف داره. یکی اینکه شرکت چه مقداری نیاز به دریافت منابع داره و قسمت دوم اینه که چقدر میتواند منابع دریافت بکند. یعنی به طور مثال ما شرکتی داریم با فروش 300 میلیارد تومان که صرفاً برای انجام اون پروژه مشخص خودش نیاز به 5 میلیارد تومان منابع داره. شرکتی هم هست که فروش 20 میلیارد تومانی داره و قصد داره یک منابع 25 میلیارد تومانی رو از طریق پلتفرم جمع آوری بکنه که در حالت اول امکان پذیر هست و در حالت دوم امکان پذیر نیست. در حالت اول شرکت بنابر نظر کارشناس ارزیابی شرکت ما توان بازگردوندن منابع رو شاید در آینده دارد و در حالت دوم شرکتی که عموماً کوچک مقیاس هست این که بتواند یک سری اعداد بالاتر رو دریافت بکنه ریسک نکولش رو توی دوره‌های آینده افزایش میده و لذا ما خیلی تمایلی به این سمت نداریم. به صورت میانگین آنچه که هست ما اعدادی بین 20 تا 30% از فروش رسمی سال مالی خودش رو، یعنی آخرین سال مالی خودش رو که فعالیت کرده، به شرکت حد اعتباری میدیم در خصوص استفاده از خدمات تامین مالی جمعی. ما اگر بخوایم در خصوص مدت زمانی که فرایند انتشار طرح طول میکشه به شما اطلاع بدیم، باید در خصوص چند مورد صحبت بکنیم. یک قسمت بخش ورود شما به شرکت ماست که مدارکتون رو برای ما ارسال میکنید، ثبت درخواست میکنید و ما شروع میکنیم مدارک رو بررسی کردن که حالا در خصوص که چه مدارک رو بررسی میکنیم به شما توضیح میدیم. بعد از اینکه اون مدارک بررسی شد و فرایند ارزیابی شروع شد، یک حد اعتباری مشخصی برای شرکت شما در نظر گرفته میشه که این بر اساس وضعیت اعتباری شرکت، وضعیت فروش، میزان ریسک صنعت شرکت و سایر مواردی هست که توی کمیته ارزیابی مورد بررسی قرار میگیره. قسمت بعدی دریافت وثایق و ضمانتنامه از سمت شرکت که اون موارد رو ما دریافت میکنیم که این پروسه ممکنه کمی زمان بر باشه که این قسمتش اختصاص به خود شرکت داره که چه مدت زمان میبره که شرکت بتونه از بانک خودش وثایق کافی رو دریافت بکنه و سپس فرایند انتشار طرح، دریافت وجوه و در اختیار گذاشتن اون منابع به شرکت. به صورت میانگین این فرایند حدود 20 تا 40 روز کاری زمان میبره و آن چیزی که برای ما مشخص شده اینه که اگر شرکت تداوم کافی و پیگیری لازم در این فرایند رو داشته باشه، ما حدود 30 روز کاری زمان میبره که منابع رو در اختیارش قرار بدیم. بر اساس سلایق سرمایه گذارها و اون چیزی که امروزه در حوزه بازار تامین مالی جمعی کشور داره اتفاق میفته، وجود ریسک در سرمایه گذاری تامین مالی جمعی که یک سرمایه گذاری خطرپذیر محسوب میشه، نرخ پذیرش سکوی آیفاند در خصوص طرح‌هایی که بهش ارائه میشه محدوده 42 تا 44% سالیانه هست.
یعنی شرکت طرحش باید توان و پوشش همچین نرخی رو برای سرمایه گذارها داشته باشه. البته ممکنه نرخ از این سطح بالاتر هم بره در برخی از طرحها و ما درصد سود تقسیمی رو کمی کاهش میدیم که این محدود حفظ بشه و شرکت از انجام اون طرح عایدی بیشتری نصیب خودش بشه. و اما در خصوص طرح‌هایی که میزان بازدهیشون تو محدوده‌های پایین‌تری هستند، عموما سمت سکو پذیرش نمیشن و سمت کمیته ارزیابی آیفاند رد میشه که خب علت این موضوع اینه که میزان سود شناسایی شده از انجام اون طرح عموما از سایر ابزارهایی که توی بازار سرمایه هست برای سرمایه گذارها نرخ پایین‌تری داره و خیلی به صرفه نیست سرمایه گذاری روی تامین مالی جمعی برای اون سرمایه گذارها. پس محدوده هایی که شرکت ها میتونن بیان از خدمات تامین مالی جمعی استفاده بکنن حدود 42 تا 44% سالیانه هست. از مبلغی که جمع آوری میشه میزان 4% کارمزدی هست که سکوهای تامین مالی جمعی و سکوی آیفاند از سرمایه پذیر دریافت میکنه و این کارمزد آیفاند زمانی دریافت میشه که فرایند تأمین مالی جمعی به صورت کامل انجام شده، مبالغ جمع آوری شده و ما قصد داریم اون پرداختی رو به شرکت داشته باشیم. یعنی پس از انجام کار ما کارمزد خودمون رو میگیریم. فرایندهای تدوین طرح توجیهی، گرفتن مدارک، ارزیابی و کلیه این موارد بر عهده سکوی آیفاند هست و تا زمانی که تأمین مالی انجام نشود کارمزدی دریافت نمی کنیم. یعنی به طور مثال اگر یک شرکتی تا 80-90% مسیر پیش اومد و بنابر هر دلیلی نتونست از این خدمات ما استفاده بکنه، ما هزینه‌ای در قبال اون خدمات دریافت نمی کنیم. اگر بخوایم در خصوص تامین مالی جمعی صحبت بکنیم که حداکثر استفاده از فرایند تامین مالی جمعی و این منابعی که در اختیارتون هست چقدر وقته، شما میتونید در بازهای 3, 6, 9 و 12 ماه از تامین مالی جمعی استفاده بکنید و این منابع در اختیارتون باشه و حد اکثر زمانش 12 ماه. تسویه اوراق مشارکتی که در این فرایند صادر میشه در پایان دوره است. یعنی اگر شما 6 ماه منابع رو دریافت بکنید در پایان 6 ماه باید اصل سرمایه رو به سرمایه گذارها عودت بدید. اگر 12 ماه باشه مجدد همین فرایند هست و در پایان 12 ماه باید شما این کار رو انجام بدید. پرداخت سودها به صورت میانگین بر حسب گردش عملیاتی شرکت و فروش شرکت به صورت 3, 6, 9 و 12 ماه اتفاق میفته. یعنی به صورت 3 ماه یک بار شما پرداخت سودهاتون رو انجام میدید. پس ما با شرایطی روبرو هستیم که پرداخت سودها به صورت 3 ماه یک باره و اصل سرمایه رو در پایان 12 ماه شما عودت میدید. همین موضوع که اصل سرمایه رو شما باید در پایان 12 ماه عودت بدید یکی از آیتم های جذابی هست که شرکت ها رو میل میده، سوق میده به سمت استفاده از فرآیند تامین مالی جمعی. ما زمانی که با یک شرایط تورمی بالای مثلا 40% روبرو هستیم، بالای 50% توی مواد اولیه و کالاها روبرو هستیم و یا اینکه شرکت ها در یک بازه زمانی باید حتما اون پول رو داخل شرکتشون داشته باشن که بتونن منابعشون رو تامین بکنن و یک قراردادی رو منعقد بکنند، این امتیاز رو به شرکت میده که از این منابع استفاده بکنند و از اون فرایند تورمی جا نمونن. اگر بخوایم یک صحبتی در خصوص تامین مالی جمعی داشته باشیم اینه که به علت این که دریافت این منابع بسیار سریعه و شرکت ها میتونن به صورت بسیار زیادی این منابع رو دریافت بکنند، در موارد مختلف منجر به این شده که یک قراردادی که به طور مثلا 90 میلیارد تومانه با 10 میلیارد تومانی که به سرعت به شرکت تزریق میشه این قرارداد به مرحله اجرا در بیاد. و یا این که شرکت هایی بودن که قبل از بستن بازارها در سال نو چینی
منابعشون رو و خریدهای خودشون رو تونستن به موقع انجام بدن و از بازار و از رقبای خودشون جا نمونن. پس استفاده سریع از این منابع و ورود سریع این منابع به داخل بسیاری از شرکت‌ها میتونه اونها رو با رشد و جهش‌های بسیار خوبی روبرو بکنه. یک وضعیتی در خصوص شرکت آیفون من به شما بگم این که ما عمل کردمون به چه صورتی بود. ما در مجموع بیش از 500 میلیارد تومان در سالهای فعالیت خودمون طرح منتشر کردیم که تقریبا نیمی از اینها با موفقیت تصویه شده و بسیاری از سرمایه پذیرهای ما در بازه‌های 2 یا 3 ماه بعد یا 2 یا الی 3 بار بعد اومدن از خدمات تامین مالی جمعی ما استفاده کردند. آن چیزی که مشتریان ما میگن این بوده که وجود این پول تونسته تو شرکتشون جهش‌های بسیار خوبی رو ایجاد بکنه و تونسته روی تولید و فروش اونها تأثیر بسزایی بذاره. آیفون تا حالا بیش از 80 طرح موفق داشته که به خوبی جمع‌آوری وجوهش انجام شده و در خدمت سرمایه پذیرها قرار داده. وجود تعداد زیادی از سرمایه گذار در پلتفرم آیفون باعث این شده که زمانی که ما طرحی رو منتشر میکنیم با مشکل پر نشدن طرح روبرو نشیم. تقریبا بیش از 2500 سرمایه گذار فعال داخل سکوی آیفون وجود داره در این تاریخ که باعث شده زمانی که طرح 25 میلیاردی، 20 میلیاردی، 15 میلیاردی شرکت بر روی پلتفرم منتشر میشه در کمتر از 1 روز منابع جمع آوری بشه و پس از جمع آوری وجوه ما طی 1 یا نهایت 2 روز کاری کلیه مبالغ رو به شرکت ارائه بدیم. سکوی تامین مالی جمعی آیفون دارای مجوز رسمی از فرابورس ایران هست که شما میتونید مجوز فعالیت خودش رو از روی وبسایت فرابورس مشاهده بکنید و در خصوص صحت و سقم این مسئله اطلاعات کافی رو به دست بیارید. ما اگر بخوایم در خصوص فرایند سرمایه پذیری در سکوی تامین مالی جمعی آیفون صحبت بکنیم، قسمت اولش این هست که شما ثبت درخواست خودتون رو انجام بدید. ثبت درخواست صرفاً با مراجعه به وبسایت ما، قسمت احتیاج به سرمایه دارید و پر کردن یک سری مشخصات اولیه از خودتون، نام رابط، نام شرکت، فروش رسمی و دادن یک شماره موبایل کفایت میکنه. ما در اسرع وقت با شما تماس میگیریم و سایر مدارک و اطلاعات رو از شما دریافت میکنیم و یا شما میتونید با شماره تماس شرکت ما تماس بگیرید و داخلی 2 رو شماره گیری کنید، با بخش سرمایه پذیری به صورت مستقیم ارتباط بگیرید و مدارک خودتون رو برای یکی از کارشناس های ما ارسال بکنید. یکی از نکات مثبت شرکت آیفون این هست که زمانی که شما به ما مراجعه می کنید از ابتدای طرح تا انتهای طرح، یعنی از زمان نوشتن طرح توجیهی، تکمیل مدارک، دریافت مدارک و حتی گزارشات میان دوره‌ای 3 ماهه‌ای که شرکت باید ارائه بده تا قسمت انتهای طرح و گزارش پایانی، صرفاً با یک کارشناس روبرو هستید و این موضوع باعث میشه که از سردرگمی شرکت‌ها نجات پیدا بکنن و بدونن که الان کارشون توی چه مرحله‌ای هست. ارزیابی شرکت توسط کارشناس‌های ما طی 1 یا 2 روز کاری نهایت اتفاق میفته و ما تصمیم نهاییمون رو به شرکت میگیم که شما چه مقدار میتونید از خدمات تامین مالی جمعی استفاده بکنید. آن چیزی که در اولویت 1 بسیار مهمه برای ارسال صورت‌های مالی ترجیحاً حسابرسی شده هست که در حال حاضر ما آخرین صورت مالی که دریافت میکنیم 1403 است. ممکنه بعضی از شرکت‌ها هنوز گزارش حسابرسیشون آماده نباشه. ارسال یک تراز کل به همراه مهر امضای مدیر عامل برای ما کفایت میکنه، اما لزوم وجود صورت‌های مالی 1402 برای بررسی بیشتر بسیار لازم هست. پس در ابتدای امر 2 صورت مالی شرکت برای ما ارسال میشه و در بخش بعدی ارسال فرم
اجازه اعتبار سنجی از شرکت است. ما طبیعتا زمانی که قصد داریم منابعی رو از مردم جمع آوری بکنیم، از سرمایه‌گذارها جمع آوری بکنیم و عمدتاً اشخاص حقیقی هستند و در اختیار شرکت قرار بدیم، ما امانتدار منابعی هستیم که از سمت مردم به شرکت پرداخت میشه. لذا بسیار مهمه که شرکت از لحاظ وضعیت اعتباری وضعیت و عملکرد خوبی رو داشته باشه. شرکت چک برگشتی نداشته باشه، وام‌های معوق نداشته باشه، توی قسمت سابقه عملکردش در گذشته چه خودش، چه اعضای هیئت مدیره، چه مدیر عامل وضعیت شفافی داشته باشه. این نشون میده که شرکت در گذشته از قسمت وضعیت اعتباری تونسته به خوبی استفاده بکنه، به خوبی تونسته وصول مطالبات خودش رو انجام بده، به خوبی تونسته تعهدات خودش رو در قبال سایر افراد انجام بده، که این به ما نشون میده که زمانی که قرار پرداخت سود رو به سرمایه گذار انجام بده، زمانی که قرار اصل سرمایه رو به سرمایه گذارها عودت بده، هم طبیعتاً همین رفتار رو خواهد داشت. طبیعتاً شرکتی که در گذشته نتونسته از تعهدات خودش به خوبی بر بیاد و دارای بدهی‌های زیادی هست و وضعیت اعتباری خوبی نیست، طبیعتاً شرکتی که در گذشته نتونسته از پس تعهدات خودش بر بیاد، احتمال اینکه در حال حاضر هم نتونه تعهدات خودش رو به اشخاص حقیقی سرمایه‌گذار در سکوی آیفاند انجام بده وجود داره. پس ما از پرداخت به شرکت هایی که دارای چک برگشتی، وام معوق و هر گونه بدهی در گزارش اعتبار سنجی باشن خودداری خواهیم کرد و اگر شرکتی همچین شرایطی رو داره، الزام وجود داره که قبل از اینکه به ما مراجعه بکنه به تعهدات خودش عمل بکنه، اونها رو تصفیه کامل انجام بده و سپس به یک سکو مراجعه بکنه و منابع رو از سمت ما دریافت بکنه. شرکت ها باید در قبال اصل سرمایه‌ای که دریافت میخوان بکنن از یک سکوی تامین مالی جمعی بیان وثایقی رو ارائه بدن. وثایق انواع مختلفی داره، ولی بر اساس آخرین دستورالعمل فرابورس 3 مورد از وثایق با رتبه الف مورد پذیرش سکوها هست. یک، ضمانتنامه‌های تعهد پرداخت از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی که جزو بهترین گزینه‌هایی هست که یک سکو میتونه به عنوان وثیقه از مشتری خودش دریافت بکنه. مورد دوم، توثیق اوراق بهادار پذیرفته شده. این به طور مثال شرکت یک سهامی رو در پورتفوی بورسی خودش داره، اون رو وثیقه میکنه، اون رو توثیقش میکنه به ذینفعی سکو و این مصداق یک ضمانتنامه برای سکو هست که در صورتی که شرکت نتونه از تعهدات خودش بر بیاد، سکو از اون وثیقه استفاده کنه. و مورد سوم هم که خب شبیه به مورد دوم هست، توثیق واحدهای سرمایه گذاری، یونیت های صندوق های سرمایه گذاری هست که داخل بازار سرمایه مورد پذیرش هست که اون هم مجدد باید داخل پورتفوی بورسیشون باشه. توی اولویت دوم استفاده از ضمانتنامه‌های تعهد پرداخت از صندوق‌های پژوهش فناوریه، ولی بر اساس آخرین ابلاغیه‌ای که به سکوهای تامین مالی جمعی انجام شده، با یک نسبت 65% باید استفاده از ضمانتنامه‌های نوع الف خودشون رو توی اولویت قرار بدن و توی مراحل بعدی از سایر ضمانتنامه‌ها مثل ضمانتنامه تعهد پرداخت صندوق‌های پژوهش فناوری و یا استفاده از ضمانت حسن انجام تعهدات بانکی رو انجام بدن. توی رتبه سوم استفاده از وثایق، استفاده از ضامن شخص حقوقی یا چک و صفحه متقاضی هست که در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی کشور این نوع وثیقه مورد پذیرش سکوی تامین مالی جمعی آیفاند نیست و ما در حال حاضر با نوع وثیقه الف، یعنی ضمانتنامه تعهد پرداخت بانکی و توثیق اوراق بهادار پذیرفته شده یا صندوق‌های درآمد ثابت یا صندوق‌هایی که داخل بازار سرمایه مورد پذیرش قرار گرفتند، اقدام به انتشار طرح خواهیم کرد.
نکته‌ای که قابل توجه اینه که ما ضمانتنامه تعهد پرداختمون رو صرفاً به ازای اصل سرمایه دریافتی از متقاضی دریافت می‌کنیم و به ازای سود ما ضمانتنامه‌ای و ضمانتی رو دریافت نمی‌کنیم. قسمت چهارم در خصوص فرایند سرمایه پذیری دریافت تضامینی هست که به همراه قرارداد از شرکت اخذ میشه. تفاوت مورد سوم و چهارم این هست که شرکت باید در موعد مقرر اقدام به پرداخت سود خودش بکنه که این فرایند از طریق پرداخت شرکت متقاضی به سکو و سکو به سرمایه گذارها انجام خواهد شد. ما زمانی که شرکت فعالیت خودش رو شروع میکنه پرداختی رو خدمتش انجام میدیم، 5 روز بعدش شروع طرح رو اعلام میکنیم و 3 ماه بعدش شرکت پرداخت خودش رو به سرمایه گذارها انجام میده. پس از دریافت گزارش پیشرفت از روند شرکت و فعالیت انجام شده شرکت، ما اقدام به وصول اولین چکی میکنیم که در خصوص پرداخت سود سکوی تامین مالی جمعی آیفاند انجام شده. به محض وصول ما پرداختی رو به سرمایه گذارها انجام میدیم و همین مورد در خصوص دوم، سوم و چهارمین سود شرکت هم صدق میکنه. در خصوص اصل سرمایه هم یک چکی دریافت میشه که شرکت متعهد میشه اصل سرمایه گذار رو در موعد مقرر که به صورت میانگین و رایج 12 ماه بعد هست پرداخت بکنه و ما در 12 ماه بعد اون چک رو اقدام به وصولش میکنیم. و یک چک هم در خصوص وجه التزام از شرکت دریافت میشه که معادل 10% اصل و سود شناسایی شده در قرارداد هست که برای مواردی هست که شرکت یا متقاضی دریافت خدمات تامین مالی جمعی دچار انحراف از قرارداد میشه و یا به تعهدات خودش عمل نمیکنه و موارد استفاده از این چک توی قراردادهای آیفاند مشخصه. شما روی پلتفرم آیفاند که مراجعه بکنید تمامی ضمانتنامه ها، تمامی قراردادها، کلیه طرح‌های توجیهی و همه آن چیزی که یک شرکت سرمایه پذیر از فرایندش باید اطلاع داشته باشه موجود. قابلیت دانلود و رویت هم برای شرکت متقاضی وجود داره. پس از اینکه فرایند ارزیابی طرح توجیهی انجام شد، طرح به نهاد ناظر سکو ارجاع داده میشه. اگر طرح از لحاظ فنی دچار ایراداتی نباشه، مشکلاتی نباشه، مورد تایید نهاد ناظر قرار میگیره. نکته‌ای که هست اینه که ما به صورت کامل خدمت نوشتن طرح توجیهی رو برای شرکت انجام میدیم، چون در بسیاری از مواقع حالت‌هایی هست که شرکت توانایی نوشتن طرح توجیهی رو نداره و یا متخصص این مسئله داخل شرکت وجود نداره. پس ما این کار رو به صورت کامل به حالت داخلی خود شرکت انجام میدیم و در خصوص هر نوع محصولی که داره طرح توجیهیش رو می‌نویسیم. اگر بر اساس قرارداد هست ما می‌نویسیم و توی این مسئله کاملا دستمون باز هست که چگونه این کار انجام بشه. بعد از اینکه طرح توجیهی به تایید نهاد ناظر رسید، برای فرابورس ارسال میشه و فرابورس بر روی اون طرح و مدارک شرکت یک نمادی صادر میکنه که پس از صدور نماد ما امکان بازگشایی طرح و شروع جمع‌آوری وجوه رو داریم. قبل از اینکه طرح رو باز بکنیم و شروع جمع‌آوری وجوه انجام بشه، قراردادی بین سکو و متقاضی به امضا میرسه. زمانی که موعد ارسال قرارداد برای سکو هست، چک و ضمانتنامه ها یعنی تضامین و وثایق هم همزمان برای سکو ارسال میشه. اینها روی وبسایت آیفاند قابل رؤیت هست، اسکن میشه و برای سرمایه گذارها قابل رؤیت وجود داره. یعنی سرمایه گذارها باید هم از طرح توجیهی که به امضای متقاضی رسیده و هم از قراردادی که بین ما و متقاضی به امضا رسیده اطلاع پیدا بکنند و در خصوص شرایط اشراف کامل داشته باشند. پس از اینکه به تایید فرابورس رسید، ما اقدام به باز کردن طرح میکنیم، شروع جمع‌آوریش رو انجام میدیم، فراخوان گسترده میزنیم، به سرمایه‌گذارهای خودمون اطلاع میدیم و پس از اینکه سرمایه‌گذارها اقدام به واریز وجوه کردن که از طریق درگاه بانکی
داشتن کد سه‌جامی میتونن این کار رو انجام بدن و به ازای واریزی که انجام میدن گواهی و مشارکت از سمت فرابورس دریافت میکنن و پس از اینکه اتمام جمع‌آوری وجوه اتفاق افتاد به فرابورس اطلاع رسانی میکنیم. از نهاد ناظر خودمون تایید برداشت از حساب و واریز به حساب متقاضی رو خواهیم گرفت و طی 1 تا 2 روز کاری پرداخت کامل رو به متقاضی انجام میدیم. بعد از اینکه اتمام جمع‌آوری وجوه انجام شد ما کارمزد خودمون رو از منابع کسر و به شرکت پرداخت میکنیم. طرح متقاضی و مدارک و مستندات متقاضی باید دارای 2 تاییدیه باشه، یکی تاییدیه نهاد ناظر و یکی تاییدیه فرابورس ایران هست که در صورتی که در هر کدوم از این مراحل به مشکل بخوریم، اول اینکه به صورت تعامل با نهاد مربوطه، بررسی مجدد مدارک، بررسی ایرادات فنی، اقدام به حل این تعارض و این مشکل خواهیم کرد و اگر هم که مورد تایید نباشه طبیعتا امکان انتشار وجود نداره. اما به صورت کلی تا این لحظه آنچه که ما انجام دادیم، آن طرح‌های توجیهی که ما تدوین کردیم و برای فرابورس ارسال شده و برای نهاد ناظر و نهاد مالی خودمون ارسال شده، همچین اتفاقی براش نیفتاده. علت این موضوع تخصص بسیار بالایی هست که کارشناس‌های ما توی حوزه تدوین طرح توجیهی و بررسی دقیق اون شرکت داشتن و تونستن از عملکرد اون اطلاعات بسیار خوبی به دست بیارن و داخل طرح توجیهی به نهاد مالی و فرابورس ایران ارسال بکنم. یک نکته‌ای که وجود داره اینه که بر اساس الزام فرابورس زمانی که طرح میخواد بازگشایی بشه 10% از مبلغ طرح رو باید شرکت متقاضی به حساب سکو واریز بکنه. یعنی به طور مثال اگر یک طرح 10 میلیارد تومانی هست، 1 میلیارد تومانش رو خود متقاضی به حساب سکو واریز میکنه، 9 میلیارد تومان دیگر رو سرمایه گذارها واریز میکنن و 10 میلیارد تومان به شرکت پرداخت میشه. یعنی از طرح 10 میلیارد تومانی 1 میلیارد تومانش رو خود شرکت تامین کرده که به حساب خودش برمیگرده و به اون 1 میلیارد تومان که خودش واریز کرده سود تعیین شده که خودش مشخص کرده در طرح توجیهیش و ما تدوینش کردیم پرداخت میشه بدون کسر کارمزد. یعنی به طور مثال اگر سود پیش بینی شدهش حدود 42 تا 44% یا 43% سالیانه هست، این پرداختی به صورت 3 ماه یک بار پس از وصول مطالبات ما از شرکت به حساب خودش برمیگرده. یعنی به طور مثال اگر یک چک 330 میلیون تومانی در این قبال صادر کرده، 33 میلیون تومان از این میزان سود برای خود شرکت هست و به صورت 3 ماهه به خودش برمیگرده و در زمان تسویه هم 10% از اون پول برای خودش هست و مجدد به حساب خودش عودت خواهد شد. فرایند جمع‌آوری وجوه و انتشار بر روی پلتفرم در یک بازه 3 تا 4 روزه اتفاق میفته. زمانی که ما طرح رو بر روی وبسایت فرابورس میذاریم برای تایید فرابورس، بین 1 تا 2 روز کاری زمان میبره. روز بعدش ما بازگشایی طرح رو انجام میدیم و عموما به خاطر وجود سرمایه‌گذارهای زیاد توی سکوی آیفاند ما این کار رو در کمتر از 10 ساعت انجام میدیم و تأمین مالی اون شرکت در کمتر از 10 ساعت اتفاق میفته و پرداخت ما هم همونطور که خدمتتون گفتم تا 1 یا 2 روز کاری به شرکت خواهد بود. واریز وجه هم همونطور که گفتیم از سمت سکو به حساب متقاضی پس از تایید نهاد مالی. نکته که وجود داره اینه که پرداخت ما از حساب سکو به حساب شرکت متقاضی صرفاً باید به حساب خود شرکت باشه و نامه اعلام شماره حساب رو ما از شرکت باید داشته باشیم. نامه تایید واریز رو هم از نهاد مالی باید دریافت بکنیم و این واریزی رو انجام بدیم. در برخی از مواقع ممکنه که نامه تایید واریز از سمت نهاد مالی خودمون 1 روز کاری زمان ببره. به صورت کلی این 9 مرحله فرایندی بود که شرکت باید طی بکنه تا بتونه از خدمات تامین مالی جمعی استفاده بکنه. ما توی قسمت بعد در خصوص جزئیات مدارکی که شرکت باید برای سکو ارسال بکنه برای انتشار طرح صحبت خواهیم کرد. تشکر از شما.